هدف چیزیه که با تمام وجود اونو بخوای. صادقانه زندگی یه چیزه. میگه مشکل من تو زندگی اینه که مثل من تو این دنیا یکی هست و اگر من دو قلومی شدم که یکی دیگه عین من تو دنیا وجود داشت، من دیگه مشکل نداشتم. من از خواب بیدار میشم به خودم میگم من امروز تو زندگی 2 تا انتخاب دارم. 2 تا انتخاب. آیا شوپنهاور میگه اول همه میخندن چیه؟ رویاییه، فکر نمیده چی کار میکنه، میخواد پولدار بشه میخواد پولدار بشه. تخیل 10 برابر نیرومندتر از نیروی اراده است. باید این راه بندازی، رویا پردازی کنی. خواسته داری تو زندگیمون الان تو ذهنمون، خواسته ای که دوست داشتنی من دوست دارم، خواسته ای که ما رو به هدف برسونه. اون باید مشخص باشه، حتما باید مشخص باشه چی میخوام. لیستی از تمام چیزایی که میخوای انجام بدی رو یا رو کاغذ. ولی میگن 70-80% آدمای موفق یه چیز دیگه دارند، نه IQ، EQ، هوش هیجانیش. از امروز میگیم مسئولش خودمم. 1 2 3 مسئولش که بزرگ میشی، از بزرگ شدنتون نترس، از شغل خیلی چیز بزرگه نترسید. از امروز شروع میکنید. وقتی کمتر سزاوارم بیشتر به من مهر بورز، تا آخر آن زمان نیازمندترم. موفق و مؤید باشید، شاد باشید. مهمتر از همه دیگران رو هم شاد کنید. موفق باشید.